علیه و سلم نگه سوال داد. حضرت یعقوب گفت که یا رسول الله ما نجو. عقبه ابن عمر پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که یا رسول الله نجات در چیست؟ یعنی نجات از چیه که از قهر خدا، از غضب خدا، از دوزخ خلق کرده خدا، از همه ها نجات در چی است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب دادن به سه چیز. قلت یا رسول الله ما نجو؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. پیامبر صلی الله علیه و سلم به سه چیز اشاره کردند. این نجات از قهر خدا، از غضب خدا، نجات از بدبخت شدن، نجات از همه ناخوبی ها، پیامبر گفت در سه چیز است. اولین چیزی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت نجات در او است، گفت که امسک علیک لسانک، زبانت را بر خود نگه دار. این زبان بر خود نگه داشتن، البته که پیامبر صلی الله علیه و سلم اینا گفتند به خاطری که اکثر همه گناه ها با واسطه زبان می شود. با واسطه زبان انسان بدین می شود. همین با واسطه زبان است که گاه یک کلمه را میگن مرتد میشه، نعوذ بالله کافر میشه، یک امر خدا را مسخره بازی میکنن، یا با قرآن مسخره بازی میکنن، یا با علم شریعت استهزا میکنن. برای است که من استهزأ بالعلم والعلماء فقد کفر. کسی که با علما، کسی که با علم، با قرآن، با شریعت استهزا میکند، مسخره بازی میکند، از دین بدین میشن. همه چی است با واسطه زبان است. گاه می شود که با واسطه زبان انسان یک دوستی نزدیک شد دشمنی خود میکند. گاه می شود که با واسطه زبان یک دشمن دوست می شود. گاه می شود با واسطه زبان انسان یک اویله را، یک خانه را خراب میکنه که مثلا 3 طلاق از ذهنش میبره، تمام دیگر زندگیشون بر هم میخوره و پشت میخوره و دیگر زنک به یک طرف، کودک به یک طرف. همه اینها از چی است؟ از زبان است. گاه هم می شود که الله ذوالجلال زبان به خود فضیلتی دارد که کفر 100 ساله را می بخشد. همین انسانی که بدین باشه و کافر باشه، در 100 سالگیش یک مراتب لا اله الا الله محمد رسول الله از صدق دل بگه، اگر خداوند 100 ساله کفر هم را می بخشد. گاه هم می شود که 100 ساله طاعت عبادت به یک کلمه که مرتد می شود، همه عملش حبطه می شود، نیست نابود می شود. همین هم با واسطه چی است؟ زبان است. برای همین است که دوستای خدا همه وقت میگه که زبان باید که به خدا دایم تر نگه بداری، همه وقت. و انسانی که ذکر میکند به منزله زنده است، انسانی که ذکر خدا ندارد به منزله مرده است. که پیامبر صلی الله علیه و سلم خودشون حدیث بیان میکنند مثل الذی یذکر ربه، مثال کسی که ذکر خدا میکند، یاد خدا میکند، چی است؟ به مسئله مثال زنده است. و مسئله کسی که ذکر خدا ندارد تماما، او به مسئله چی است؟ مرده است. یعنی آدم ذکردار زنده است، آدم ذکر ندارد مرده است. این هم چی است؟ به واسطه زبان است. و زبان به ذکر وقتی که عادت کرد، انشاءالله که در وقت همه مردن هم که باشد کلمه طیبه و شهادت بر زبان میراند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه من کان آخر کلامه لا اله الا الله، هر کسی که اخیران سخنش پیش از دنیا رفتن، اخیران سخنش لا اله الا الله باشد، داخل جنت میشود. و هر حرفی کند عادت زبانت، به وقتی مرگ گوید در دهانت. در زندگی به هر چیزی که زبان عادت کرد، در مردن هم همون به زبانش میاد. حتی همین نفری را میدونیم که یک عمر به زبان دشنام میکرد، حقارت میکرد، سخنهای سخت میگفت، در مردنش هم پیش از مردنش بلند حقارت کرد، هم خیلی جونش برد. باید که زبان هم وقت به یاد خدا آموخته کنیم، زبان نگه بداریم. زبان گاه می شود که عملی را به جا میارد که عمل حرام است. مثلا غیبت کردن چی از حرام است؟ به واسطه زبان می شود. بهتان حرام است، به واسطه زبان می شود. تهمت حرام است، به واسطه زبان می شود. دشنام حقارت به واسطه زبان می شود. همه نمیو چی هستند؟ به واسطه زبان هستند که
همین یک زبان کلی جسد کشیده به دوزخ میبرد. اگر چنده که چشم گوش و دست پا هم که گناه مرتکب گناه نشیده باشن، اما با زبان یک کلمه میگه که از دین بدین میشه، همه جسم کشیده به دوزخ میبرد. برای این است که بیان میکنن که هر بگاه میگه تمام عضو انسان در پیش زبان سرخم میکنن، میگن که اگر تو راست باشی ما راست میشیم، تو اگر نجات بیایی ما نجات میابیم، لیکن خدا نکرده اگر تو کش شدی همه ما کش میشیم. اما چی است؟ با واسطه زبان است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کردن امسک علیک لسانک. اولین چیزی که راه نجات است، پیامبر صلی الله علیه و سلم همین گفت که زبان تا بر خود نگه بدار. زبان در تحت کنترل عقل باشد. عقل به منزله پادشاه است، زبان فرمانبرداری است، بلکه عقل همون زبان کار فرمان. انسان اینطور رخصت نداره که هر چیزی که با زبانش اومد گفتن بگیره، هر چیزی که در پیش اومد خوردن بگیره، هر چیزی که به پیش اومد پوشیدن بگیره، نه در خوردن، نه در پوشیدن، نه در گپ زدن. انسان چی است که باید که رعایت داشته باشه، در خوردن حلال بخوره، در پوشیدن لباسی بپوشه که همون لباس طبق قانون اسلام باشه، در گفتن هم سخنی بگوید که خدا و پیامبر با اون رخصت داده باشن. اول چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفت نجات در او است، گفت امسک علیک لسانک، زبان تا بر خود نگه دار. حتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را در قصه هاش بیان میکنن که از زبانش میقپید گاه وقت، فچه تنبیه میدونن که امروز چند قدر ذکر کردی و نکردی، فلان سخن بعد گفتی، فلان سخن گفتی که سخن مولا یعنی بود. از این چی هست که زبانش خودش چکار کرد؟ میقپید. دویم چیزی را که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کرد راه نجات، گفت ولیسعک بیتک، خانوادت به نظام دار. یعنی خانواده را به نظام در آوردن، البته که در تحت صاحب خانه فرمانش زن است و فرزنده هستند، دختر است و پسر است و فرد روز قیامت از تن همه اینها چیز در نزد خدا جواب میتن که الله عزوجلال بین در قرآن بیان میکنه در سعید بلا قو انفسکم و اهلکم نار، خودتان نفسای خودتان اهل عیالتان از آتش دوزخ نگه دارید. و هر یک نفری که در بالای چند نفری که دست داره و رهبریت داره اصلا او در نزد خدا جواب میده. خب ولیسعک بیتک همین که انسان وقتی که صاحب زن فرزنده است، البته که فرزنده هم به مثال یک زمینی هستند که کشت کار نکرده هستند، یا به مثال یک ورق سفید هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که هر بار میگفتن که کل مولود یولد علی فطره، هر یک کودکی تولد میشه برامو فطرت اصلی خودش است، خواهد کودک مسلمان باشه خواهد کافر باشه. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. بس همون پدر و مادر همون کودک چیکار میکنن؟ یهودیش میکنن یا نصرانیش میکنن یا مجوسیش میکنن. حالا خودش کودک تولد میشه به منزله یک ورق سفید است. در ورق سفید چیزی که نوشتی هم ثبت میمونه، یا در زمینی که هر تخمی که کاری دیشتی کاری دی همون میروید. پس چی است که پدر و مادر یهودیش میکنن یا نصرانیش میکنن یا مجوسیش میکنن. پس پدر و مادر هم چی است که جواب میتن استنی فرزنده و اهل عیالی که داره. ولی یسعک بیتک، حق خاندان مسلمان از غیر مسلمان باید فرق داشته باشد. در همه دور زمان ها خاندان ما و شما مسلمان ها الحمدلله همه مردم کوهستان در زمانی که 70 سال حکومت سوویتی حکمران بود، در همین سالها اگر چند که حکومت سوویتی دین بد میگفت، دین افیون میگفت، البته که خیلی فشارها بود، خیلی از همین مردم ما اکثرش میدونه باباشون علما را بدرقه کردن و بردن و سیبیریا و بعدش نیست شده در همون جنگل ها و همش مردن، همین قین عذاب بود. لیکن همین قدر مشکلات هم که بود خاندان مسلمانی داشتن. این همین الحمدلله که امروز ما و شما مسلمانیم از برکتی همو هستن. پدرها و بابامون دملاهایی که پیشینه گذاشتن خداوند رحمت و مغفرتشون کنه، دملاهایی که الحال حیات هستن
پیر شدن مسافر هستن، خداوند تن صحت و قوتشون عطا کنه، خدمت کردن. هر یک نفر همون رو اگر تاریخش کم ترک نگاه کنیم، خدمتایی کردن، خدا رحمتشون کنه که عمرشون در همین راه صرف کردن، عمر را صرف کردن. حضرت دولو محمدی قمسنگری خدا رحمت و مغفرتش کنه در بیمارخونه همه کسا خبرگیری رفتیم، گفت مدتی 30 سال در زمان سویتی 30 سال بود درسمون تا نماز بامداد بود. 30 سال تا نماز بامداد درس میگفتیم، نماز بامداد میخوندیم، سحری با فرتوکور میگرفتیم، پختچینی در زمین میدرومدیم. انا خدمت ابی، انا خیلی خدمت کردن، خدا رحمتشون کنه که امروز همون امانت به ما و شما است. ولی سعی باید که در خاندان یک ما و شما مسلمان دختر داریم کنیم. وقتی که دعواگریم که مسلمانیم، باید که فرزندانمون هم مسلمان و مسلمان زاده باشن. فقط به نام خطی الحمدلله مسلمان رو بگوی، از مسلمانی هیچ چی نداشته باشی، این خیلی مسلمانی در کار نیست. مسلمانی که الحمدلله مسلمان میگه و دروغ میگه، الحمدلله مسلمان میگه و چکار میکنه، دزدی میکنه، الحمدلله مسلمان میگه و حق مردم میخوره، الحمدلله مسلمان میگه و در یک کسب کاری داره که همش حرامه. اینو چی اصلا مسلمانی نیستن. نکرد مسلمان از غیر مسلمان فرق داره که باید که چی از حلال رفتار باشه، حلال گفتار باشه، در کسبش، در کارش، در همه رفتارش باید حلال استفاده کنه. و همین است که مسلمان از غیر مسلمان فرق داشته باشه. دیگه چیزی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم تحقیق کرد، ولی یسعک بیتک. البته که خاندانایی که از ما و شما هستن، گاه نمی مسافرها یا کمپیرها هستن، یک چیز شنیدگی اندکشونه بیان میکنن که فلان مسئله را شنیدم، فلان مسئله را، همون مسئله شنیدگی شده یا 60 سال شده یا 70 سال شده است، از یک دوملو شنیده است. در خاندانش به مثل برادر حاجی خدا خیر و برکت ابتش اهل علم دعوت میکردن، از اهل علم میگه فلان چیز فلان مسئله را شنیدید، یا یک مسئله را میگه یک کمپیر پیر 70 ساله یا مسافر 80 ساله در نظرمون میتوبه که گویا به علم به سعوده، اما همون مسئله گفتگی رو بعد یا در صحیح بخاری میبینی یا در صحیح مسلم میبینی یا در فتوا میبینی، اگر چند که 100 دگ میگش اما چی است ریشش رفته بعد چی است کتابوی بولو میرسه. انا همون خیر برکت اونها بکی در خانداناشون شریعت همین خیلی قایم کردن که امانت دین اسلام به دست گرفتن. امروز ما و شما مسلمان از برکت همو هستیم. باید که ما و شما هم در این خیانت نداشته باشیم بر فرزنده و بر مسئله که دوستا و یا رفیقا حقیقت دین هم برسانیم که دین اسلام چی میگه و شریعت چی میگه. و چه خاطر که هممون در دنیا موقت هستیم، هممون موقت هستیم. اگه انسانی که در حالتی که سخت ثروت داره و تن صحت داره و گاه مثلا یک رتبه بلند داره، او در یک حالتی هستی که مست شدگیه، مردن فراموش کردگیه، از مردن گپ زنی اگر نمیفورش، یا میشه نماز جماعت باشه یک کس پیز اگر ازام بگه اگر در همیتا ناراحت میشه، از صدای ازام ناراحت میشه. بعد چی هسته که رفت پیر شد، یکی کسلی شد، برجا مانده شد از هممون، بعد یکی میبینی که رو به اسلام آورده، رو به دین آورده، بعد یکی به خوندن میزنه و به عمل میزنه که قدرش کم است. اگه مردی حقیقی مسلمان کسی که در داروگیش، در بقوتیش، در سلامتی و صحتیش، در دارندگیش خدا را بشناسه و پوشش است بر فرقی نفس بمانه، هوای نفس خواهش نفس زید کنه. انا او چی است که در نزد خدا قدر قیمتش خیلی بالا است. ولی یسعک بیتک، پیامبر گفت خاندان تا به نظام داره، خاندان تا به ترتیب نشوه که بسیار از خاندان از پدر نماز میخونه، مادر دیگه همه خواب، دخترها خواب، بچه ها خواب، نه نماز نه طهارت. خاندان مسلمان باید خیلی نمیشه. یا در خاندان مسلمان باید یک صدای تلاوت قرآن باشه. اکثر خانه‌های مسلمان ها سحر میشه از دخترها و بچه ها تو کیلاناش میبینی قرآن ها رو میترک میکنن میخونن، یک پورایی نیم پورایی میخونن، خانه همه خیر برکت و نور میگیره. جین از او خاندان دفع میشود، شیاطین از او خاندان دفع میشود، جنگ جنجال و سیاه دلی و بدبینی نیست میشود. همه از چی است؟ برکت تلاوت قرآن. همین را باید که ما در خاندانمون چی کنیم،
اهل قرآن باشن خوندان. اگر که انسانی که خودش نمیتونه قرآن خونده و سرفرو نمیره، یک کسک چیکار کنه بیاره در خونش تعلیم بده اهل خانواده شه، انشاءالله که خیر برکت دنیا و آخرت خدا نصیب بکنه. و سیوم چیزی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم نجات در او گفت که وابکی علی خطیئتک، گریه کن بر خطاهای گذشته. البته که انسان به سهو نمی شود، انسان همه سهو دارد، خطا دارد، کمبودی دارد، گناه دارد. فقط از بین مخلوقات پیغمبران معصوم هستند از گناه صغیره و کبیره. فقط پیغمبران معصوم هستند، پیغمبر گناه نمیکنه. اگر گناه کنه نامی او از دفتر پیغمبری خط زده میشه. در پیغمبران گاه همیشه لغزش میکنه، یگان لغزش یگان خطا سر میزند، اما او گناه نیست. غیر از پیغمبر دیگه اولیاء است، مفسر است، محدث است، فقیه هست، مثلا که شخصی صالح است. هر کسی که باشه بی سهو و بی خطا نمی شود. همه ما سهو و خطا داریم. اگه سهو و خطا داشتن چی هست که انسان خودش از کلمه نسیان گرفتگیه. خدا رحمت کند بابامون آدم علیه السلام در یک جای مثلا خطا کرد که در بهشت، ولی دنیا اصولیسته در بهشت، ولی که در این دنیا گاه هم میشود که در همین یک اطراف هسته که گرد اطراف همه جین شیاطین هست، همه فسق فجور هست. چشم تک شده میکنی فسق فجور میبینی، گوشت نگاه هم میکنی فسق فجور میشنوی. هر کجا که میگردید همین جایی که گناه میشود همین زمینش تیار شدگی است. پس اگر چنده که گناه هم که داشته باشیم، اما به رحمت پروردگار امید داریم. از رحمت خدا امیدوار بودن. الله ذوالجلال خودش به ما و شما خطاب میکند که لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشید. اگر چنده که گناهاتون برابر زمین اگر وزمین باشه و کلام باشه، از رحمت خدا ناامید نشید. اگر گناهاتون از زمین به آسمان برسن، از رحمت خدا ناامید نشین. فقط چی هست که توبه کنید، آمرزش بخواهید. این هم چی هست؟ یک نعمت الله ذوالجلال برای ما نصیب کرده. در امتهای پیشینه، در مثلا یهودیو، گناه که میکردن کفارت گناهشون خودکشی بود. همین گناه که میکردن یکدیگر را میکشن یا خودشون میکشن، بعد هم کفارت گناهشون میشه. ولی در بعضی همین کینوها هستن مردم تماشا میکنه، صرفه هم نمیره. همون میبینیم یک ظلم میکنه، یکی که درکش میوار میقپنش، بعد یک پیستل قطخش میپرونه یا با قطخش کشول میکنه. انا همین عقیده یهود از اینه، با همون خودکشی قطعی یا کفارت گناه میشه. اما این در اسلام چی است؟ خودکشی حرام است. کسی که خودکشی میکنه اگر صحت باشد، سلامت باشد، جینی نباشد، عقلش رسا باشد، دیده و دانسته میکنه، تا قیامت به همون عذاب قطعی مبتلا است. مثلا کسی خشه به یک کرچه زدکش، تا قیامت پیامبر صلی الله علیه و آله میگه خشه به کرچه میزنه میکشه جان میکنه، سختی روی و صحت میشه و میزنه و صحت میشه و میزنه، همین رفتار میره. اگر از یک بلندی خشه پرتویا، پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که تا قیامت هم تا خشه پرتویا میزنه، عذاب میکشه و هلاک بشه و میپرته، تا قیامت همین رفتن میگیره. حتی که حق داره شورای مسلمانان جمع شوند، چیله که پیشتر همی در بین مردم همی گپ بود که میگفتن خودکشی جنازهش درست نیست. بخاطر مثلا که همون چی از سری راه گرفتن و منع کردن، همین گپا رو میگفتن که جنازهش درست نیست. برای این روحی که امانتی که پروردگار در تو داده است، تو در این امانت خیانت کرده ای. روح چی است؟ برای ما و شما امانت است. این خودکشی چی است که در امانت خدا خیانت کردن است. و بکی علی خطیئتی، گریه کردن بر خطاها. البته که این چی است که نجات است که پیامبر صلی الله علیه و سلم سیم چیز گفت که نجات همین چی است که بر خطاهای کردگی گریه کنی و بر خطاهای کردگی توبه کنی و گناه وقتی که مرتکب کشیدی دیم بار نقلش نکن. بسیاری از همین انسان ها هستن که یک مثلا نادانی و جاهلی در وجودشان هست که گناه کرده است، بعد همون گناه کردن بعد با در یک جا میشینه همون رو تعریف میکنن، نعوذ بالله، در وقتش مثلا زنکبازی میکرده یا در فلان جا پیون بودم، عرق خوردگی بودم یا بانگ کشیدگی بودم یا گیرین زدگی بودم.
گناه وقتی که به ذوق شوق نقلش کردی دویم بار نویسنده می شود. یعنی گناه چی است که وقتی که مرتکب گناه شدی او گناه دویم بار باید که نقل نکنی. گناه فقط در یاد بگیری، فراموشش نکنی. در نصف شب در نماز تهجد خوندن، بعد از تهجد دست برداری دعا کنی، انا همو حالت به یاد بیاره، گریه که در نزد خدا که خدایا ما همین خیلی در زمان جهل داشتم، نادانی داشتم، فلان گناه مرتکب شدم خدایا، مثلا که دزدی کردم یا زنا کردم یا چیزی حرام خوردم، در همه حال خدا تو همه وقت حاضر و ناظر هستی، ببخش مرا، ندانستم، نفهمیدم، گناه کردم، روسیا و گناهگار هستم. رو به خدا که بیاری، خداوند چی است؟ ارحم الراحمین است. خداوند از پدر و مادر در مهربانتر است. خداوند ارحم الراحمین است. همین پدر و مادر اگر یک سال دو سال اطاعتش نکه گپ شبر بگردم بسیار غمش ده، میگه آخت کمره فرزندی من نیستی، از رنگت بیزارم. اما الله ذوالجلال بنده های داره که 70 سال بر ضد خدا مبارزه میبره، عمرش به 70 80 رفته است، اسلام بد میبینه، خدا را بد میبینه. همین خیلی خداوند بنده داره، در همین 70 80 سال نه رزقش کم میکنه، نه در پیشونیش یک شاخ میبروره، نه یک دست پاش کلته میکنه، رزقش داده سه رفته سه. شاید که در دوام عمرش مسلمان شو رو به خدا بیاره. هستن اکثر از تاریخ ها میبینیم انسان‌هایی بودن که بدکار بودن، اما در اسلام چنان خدمتی کردن که در تاریخ همه حیران مون. عمر رضی الله تعالی عنه، عمر فاروقی که پیامبر گفت لو کان بعد نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر بعد از من پیغمبری نیست تا قیامت، اگر کسی پیغمبر میشه هر آن عمر بن الخطاب میشه. در حالی که شمشیر کشیدگی بود که میدم سر محمد صلی الله علیه و آله جدا میکنه. ببین الله تعالی همین قدر هدایتش کرد که خدمت در دین کرد که تا امروز کسی نکرده است. یا خالد ابن ولید تاریخ ببینیم چقدر صدها صحابه را کشتگی بود، لیکن وقتی که اسلام شد همچنان خدمتی در دین کرد که در همین لشکرها دو شمشیره میدرومد، در بین هزاران نفر میجنگید. مقصدش همین که در بین همون دشمنها همون یک نفری بزنه بکشنده شهید شم، یکی مرتبه شهادت نیافت. در اخیر عمرش میبینند از نوک پا تا توری سر یک جای خالی به زخم شمشیر نمی آوند. همه زدگی، بریدگی و دوختگی و سیاه شدگی و همین گفتیم روزه و شرم، همه بدنش از نوک پا تا توری سر. گو همین قهوه است داشتم که شهید شم، خداوند مرتبه شهیدی را نصیبم نکرد، امروز با مثل کمپیروری در خانه میمرم. صحابه در خانه مردن عیب میدونستند. صحابه رسول الله کسی که در خانه خودش میمرد را عیب میدونستند، همون را ننگ میدونستند، میگفتند مرد باید در میدان ببره، در خانه نه، در خانه باید زن ببره. انا می چی است که کسایی بودن که بر خطاهاشون توبه کردن، رو به خدا آوردن، گریه کردن، چنین مرتبه را خدا نصیب روزیشون کرد. و بکی علی خطیئتی. اگه استغفار کردن، البته که همین استغفار چی قدر باید زیاد داشته باشیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک روز در حدیث اومده 100 مراتب، در دیگر حدیث اومده است 70 مراتب استغفار میگفتند پیش از نماز شام. و کسی که 70 مراتب یا 100 مراتب استغفر الله از تحت دل بگه و توبه کنه، رو به خدا بیاره، میگه سوره کیام ولدت و امه، میگردد مثل طفلی که نو از مادر تولد شده است. و هر کسی که استغفار زیاد میگه، خداوند در کسب و کارش کشایش عطا میکنه. کسی که استغفار زیاد میگه، مال و فرزنداش خدا زیاد میکنه. کسی استغفار زیاد میگه، خداوند سهو و خطا و گناهش میبخشه. کسی که استغفار زیاد میگه، استغفار زیاد کردن همین قدر به خودش فضیلت درجه داره. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یک خلطه داشت، در همون بعضی خلاقات دانه خرما با جمع کردگی 1000 دانه بود. 1000 دانه بود. اگه در زمانی او خیلی تسبیح مسلمون نبود، هر روز همون را 12 مراتب میگردن استغفر الله میگو، یعنی 12,000 بار استغفر الله میگو. در یک زمانی که در زمان ابو هریره نه کینو بود، نه تلویزیون بود، نه کنسر بود،
نه کازینو بود، نه این بلا و آفتای امروزه بود. 12,000 بار استغفار میگفت. هیچ صحابه رسول الله مثل ابو هریره حدیث زیاد روایت نکرده است. فضیلت ببین. اگه ما از او به حقتر هستیم که زیاد استغفار بگیم که گناه های ما زیاد است.